ببینین زبان انگلیسی خیلی شبیه زبان خودمونه. برای مثال ما میگیم برادر، اونا میگن برادر. ما میگیم مادر، اونا میگن مادر. ما میگیم جنگل، اونا میگن جانگل. خب حالا شما بگین. خواهر. خواهر. آفرین. کارگر چی؟ کارگر. پدر. پادر. بیا دیدین چقدر راحت بود؟ شما الان تو کوتاه‌ترین زمان ممکن به زبان انگلیسی مسلط شدین. ایول استاد، کار درسته. حالا که بچهای باهوشی بودید انگلیسی رو یاد گرفتید، میخوام بهتون ایتالیایی هم یاد بدم. بابا استاد چه نابغه‌ای هستی، ایتالیایی هم بلدی؟ ببینین زبان ایتالیایی هم مثل انگلیسی فرمول خاص خودشو داره. فقط کافیه ته جمله یه یانو اضافه کنید. میشه یه مثال بزنید استاد؟ بله، برای مثال من هستم سعیدیانو، معلم زبانیانو. استاد یعنی همینقدر راحتیانو؟ آره، فقط کافیه یکم تمرین کنیانو. استاد شرمندتیامو، ولی اینجا بوی چس میادیانو. اوه، کسی صبونه تخم‌مرغ خوردیانو؟ یکی پنجره رو باز کنیانو. این اتفاق منو یاد یه ضرب مسئله اسپانیایی انداخت. بابا ایوالا اسپانیایی هم بلدی؟ حالا این ضرب المثل چی میگه؟ میگه که por favor mijo من تو انمیگوس کلاستون گرفته بویه چس.